سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه درباره کسره دادن به تنوین ها می باشد. سوال: در کدام حالت به تنوین ها ما کسره داخل می کنیم؟ جواب: در وقت پیوست خواندن دو کلمه که کلمه یکم با تنوین تمام شود و کلمه دوم با الف و همزه وصل آغاز یابد، در این حالت برای پیوست کردن این دو کلمه به تنوین کلمه یکم ما کسره داخل می کنیم. بیایید اکنون با هم مثال ها را دیده برایم. مثال اول: خیرون اهبطوا. ببینید دو کلمه که کلمه اول با تنوین اون تمام می شود و کلمه دوم با همزه وصل آغاز می یابد، برای پیوست کردن اینها به تنوین اون ما کسره داخل می کنیم و چنین خوانده می شود: خیرون اهبطوا، خیرون اهبطوا. مثال دوم: فسق اليوم، فسق اليوم، فسق اليوم. مثال دیگر: رجل افترى، رجل افترى. مثال دیگر: فتنة انقلب، فتنة انقلب. مثال دیگر که با تنوین فتحه آمده است: مثلا القوم، مثلا القوم، مثلا القوم. مثال دیگر: جمیعا الذین، جمیعا الذین. مثال دیگر: عادن الاولی، عادن الاولی. مثال دیگر: خیرن الله، خیرن الله. مثال های دیگر با تنوین این: مثال اول: نوح المرسلین. در وقت پیوست خواندن بعد از تنوین این ما کسره داخل می کنیم که چنین خوانده می شود: نوح المرسلین، نوح المرسلین. مثال دیگر: برحمت ادخلوا، برحمت ادخلوا. مثال دیگر: بزینة الکواکب، بزینة الکواکب. و مثال آخر: لوط المرسلین، لوط المرسلین. اینها بودند مثال های درس امروزه. خلاصه هر وقتی که تنوین های ان، این و اون به همزه وصل روبرو آیند و اگر ما خواهیم که این کلمه ها را پیوست کرده خوانیم، در این حالت ما بر این تنوین ها کسره داخل می کنیم. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا می کنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را تیزتر از خود کرده به قرآن خوانی شروع کنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.